اگر پرزیدنت یا مثلا وزیر کارهای داخلی یا فرض کردیم دادستان کل تاجیکستان زن می بود، چی میشد؟ یا فقط باید مردها رئیس و وزیر و پرزیدنت باشند؟ میدانید که امروز در میان 14 وزیر در کشور تنها 2 نفر زن هستند. چرا؟ سلام بیننده عزیز. بیایید امروز در سلام خواهر در همین باره صحبت کنیم و سر این مسئله بیاندیشیم که برای به کرسی رهبری رسیدن یک بانوی تاجیک چه مانع‌ها یا برعکس کدام امکانیت‌ها وجود دارد؟ در یک وزارت جانشین زن باشد. چرا رئیس نیست؟ چرا جانشین؟ زن باید در خانه باشد، تربیت کنه فرزند. این شب و روز که در تاجیکستان جشن زنان و مادران تجلیل می شود، در اداره‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی همه جا وصف بانوان را می کنند و از بزرگی مقام آنها می گویند. اما سازمان‌های بین المللی مقام و حضور زنان را که تقریباً نصف اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند در سیاست و تصمیم‌گیری‌های مهم کم می‌نمایند. بیش از 24% کرسی‌های رهبری در تاجیکستان در دست زنان است. 2 زن وزیر، 22 زن در سطح معاونان رهبران کمیته و وزارت‌ها و بیش از 80 زن چون دادرس فعالیت دارند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و یک سفیر تاجیکستان هم زن، انیقترش دختران پرزیدنت امامعلی رحمان هستند. این آمار است که حکومت در گزارش به کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل پیشنهاد کرده است. در این گزارش که وضع زنان در سالهای 2022-2023 را ارزیابی کرده است، مقامات گفتند صف بانوان در مقامهای رهبری بیشتر شده است، ولی کمیته سازمان ملل در گزارش خود همانا از کم بودن نقش زنان در حیات سیاسی و مقامهای رهبری در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده به حکومت توصیه داده است تعداد زنان رهبر را تا 50% بالا برد. در گزارش تاکید شده است که همگی 24% وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان زنان هستند و کشور فقط یک سفیر زن دارد. سخن درباره پارلمان پیشینه می رود. کمیته محو تمام نوع‌های تبعیض زنان با تأسف گفته است در کشور این باورهای کهنه و شخ شده که زنان قابلیت رهبری ندارند حفظ شده است. این کمیته از تاجیکستان خواسته است نابرابری گندری را در تقسیم کرسی‌های رهبری از بین برد. شکایت از کمبود زنان در مقام‌های رهبری در حال است که با گفته برخی از تحلیلگران مشکل نه در شماره زنان رهبر بلکه در کمرنگ بودن نقش آنها در تصمیم گیری یا قرارهای مهم است. با گفته این گروه زنان بیشتر برای پر کردن آمار و نمایش برابری زن و مرد قبول می شوند. ولی به هر صورت آیا امروز در کشور هستند زنانی به اصطلاح لیدر یا دارای موقعی فعال جمعیتی و سیاسی، آنهایی که نظر خود را دارند و آن را به مردم رسانیده می توانند؟ به این و چند سوال دیگر از چند نفر در دوشنبه پاسخ پرسیدیم. هم در پارلمان هستن هم در وزارت ها هستن. خیلی زیاد. میتونید یک چند نفر شنام؟ من وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، من منصوری در پارلمان، من رئیسای ناحیه ها هستن. مثلا این نقطه نظر اسلام گازن ممکن است نقطه نظر اسلام نه، چون که باید زن در خانه شینه. زنان رو باید یک هنر بشینن بزاین شعرانی نر. زن باید در خانه باشه، تربیت کنه فرزند را. Не дают им развиваться. به زنان امکان پیشرفت نمیدهند و فکر میکنند که آنها فقط برای کار خانه در کارند. مردان به آنها امکان نمیدهند. مخصوصاً به زنان اویلادار شوهرانشان اجازه نمیدهند که رشد کنند. من فقط از زنان معروف بلاگرها رو میشناسم. مثلا امیده پرسایوا دختری خوش سلیقه است، ولی در هر صورت اگر دختر بخواهد نوابسته به همه مانع‌ها پیشرفت خواهد کرد. Будет развиваться, несмотря на все преграды. بسیاری ها به دختران اجازه کار نمیدهند. نمیگذارند که آنها به کار مشغول شوند. پیش از همه شوهرانشان میگویند در خانه شین، کار نکن. در زمان شوروی هم همین چیزها بود، همین عقیده ها هم بود در زمان شوروی. که در زمان شوروی هم زنهای رهبری کننده زیاد بودن، مثلا در کمیته مرکزی زیاد بودن. مثلا اینا فکر کنه که وقتش تا وزیر یکترینا یک مثال هندوستان دا کی بود؟ اندرا گاندی بود. هستن آزاده امامعلی هستن که بسیار یک زنی موفق، زنی پیشرفت میباشد. بله، برخی بر اینند که خرافات و عقیده های شک شده قدیمه و دیدگاه های مرد سالارانه در جامعه سبب شده که زنان مثل خانه در نهادهای دولتی هم در مقام های دوم درجه و پایین تر قرار دارند.
ولی البته در تاجیکستان زنانی هم هستند که برای تغییر این دیدگاه و وضع تلاش‌های خود را کردند. سال 2013 آینیحال بابانظر و حقوقشناس معروف تاجیک داوطلب کرسی پرزیدنتی تاجیکستان شده بود. این حامی حقوق در تاریخ تاجیکستان یگانه زنی بود که نامزدیش به مقام ریاست جمهور پیشبری شد، ولی به گفته مقامات نتوانست امضای ضروری را برای ثبت نام جمع آورد. حقوقشناس و یکی از فعالان جامعه شهروندی آینیحال بابانظر و سال 2014 صاحب یکی از 10 جایزه زن شجاع از سوی وزارت امور خارجه امریکا شد. جایزه را خانم آن زمان اولی امریکا میشل اوباما به او تقدیم کرده بود. در یک صحبتی که با این زن فعال داشتیم، نخست از او پرسیدیم که تا کجا در تاجیکستان راه برای به مسند رهبری رسیدن زنان هموار است یا چه مانع‌ها در این سمت وجود دارد؟ مانع‌ها وجود دارد، خصوصا در دولت‌هایی که سیستمی دموکراتی مستحکم نیست یا که عموما نیست. مانع‌ها پیش از آنه که زنها در منصب‌های در کار میکنند که نه معاش زیاد دارند، نه در مناسبت‌های داخلی و بیرونی تاثیر رسان نیستند. بنابراین هم مثلا اگر گیریم منصب‌هایی که در حقیقت تاثیر رسان هستند، در اونجا ما زنها رو نمیبینیم. یعنی که بغیر از این مانع‌ها که یک جامعه مرسالار که هست، زن امکانیتی بعد از کار رفته با نفرهایی که هم فکران صحبت کرده نمیتواند، چون که در خانه وای باید خوراک تیار کند و باید با دیگر کارهای خانگی مشغول باشد. این چنین پر تربیت فرزند نیز به دوش زنها هست. برای همین راهش ناهموار است. با تاجیکستان توصیه شده است که شمار زنان را در مقام‌های رهبری به 50% رساند. تا کجا این امکان پذیر است از نگاه شما؟ گپ در سر اون است که اگر کنکورن باشد، یعنی که برای وظیفه زنها با مردها نیز در تلاش باشند، آنها بعد می توانند تاثیررسان باشد. از آنه که ما مثلا در پارلمان زنهای زیادی داریم. من مثلا از بس که من یکی از آنهایم که همه وقت به این چیز اهمیت میدیم، من بسیاری آنها را حتی نمیشناسم. اون وزارت هایی که به زنها داده شده است، اونها یگان تأثیری کلان هم نمیرسانند، چون که باز هم میگویم که اگر آنها برای انتخابات انتخابی میشدند و در مبارزه میشدند و امکانیت هایشان برابر میشد، اینجا گپ درباره امکانیت ها می رود، نه درباره ما میدونیم که قانون های زیادی تاجیکستان دارد که با تمام همون معیارهای بین الخلقی موافق است، اما آنها در عمل نمی کنند. اصلا به نظر شما حضور بیشتری زنان در سیاست و عموما در مقام رهبری بخش‌های مختلف می توانست چیزی را تغییر دهد؟ اینجا بین زن و مرد من فرقیت نمیگذارم. اگر امکانیت ها برابر باشد، من باوری دارم که زنها از مردها دیده کم نیستند. در همه ساحه ها مادر ملت را تربیت میکند و وقتی که فرزند خود را تربیت میکند، این آینده ملت است. وقتی که وی ملت را تربیت میکند، پس چرا دولت را به پیش برده نمیتوانند؟ حتما به پیش میبرد. ما مثلا از دیگر دولت ها کم نیستند زنهای ما. در بسیار دولت ها زنها را ببینید وزیر مدافع هستند. یک زن سیاستمدار باید از چی یا چی ها گذشت کند؟ یعنی از بحر چی گذرد؟ نوادورسکایا یک وقت من صحبت داشتم با اون کس و یک گپی عجایب گفته بود که زنهای باید به سیاست دست زنند که نه شوهر دارند و نه اویله دارند. یعنی که این معنای آن را دارد که خیلی البته مشکلی ها هست، مشکلی های زیاد هست و اون زن باید پیش از همه اگر شوهر داشته باشد، شوهرش وی را باید دستگیری کند. همون فکری که زن باید فقط فرزند تربیت کند و در خانه شیند، این در
مغز یک قسمی مردهای ما جای گرفته شده است، شخ شده است و همین امکانیت نمیدهد که این زنها توانند که به سیاست مشغول شوند و بعضی مثلا چیزها هست که آنها ترس هم دارند، چون که میترسند که عاقبتی به سیاست مشغول شدن به چی آورده میرساند برای مثلا اویلش، برای فرزندانش و غیره. شما یک زمان در حزب دموکرات بودید و سپس در نهاد بین المللی بنیاد سوروس و دیرتر داوطلبی کرسی رئیس جمهور. چی را تجربه کردید؟ دشواری نداشت و نزدیکان چی میگفتند؟ جوان میشدم، باز یک بار دیگر همین چیزی که سوالی که شما دادین به همین راه میرفتم، چون که من از خردسالی بسیار کتاب سیاستمداران رو آموخته بودم، با سیاستمداران جهانی هم شناس شده بودم. در عائله ما هم از این بودند و مرا میگفتند که از این چیز دست کش، چون که عاقبتش خوب نیست. بدتر وقتی که من اشتراک کردم، نم آهسته آهسته خیش تبارم چخلی که میگه ملایم شدند. اینا برای این هم من فکر میکنم که این راهی بود که من خود انتخاب کردم و پشیمان نیستم. از نگاه شما تعیین زنان باید به منصب‌های رهبری چگونه صورت گیرد؟ من شخصا طرفدار کوتا نیستم. اگر زنی که خود را بخواهد در سیاست اندازد و باید کوتا نپرسد و نباید که گوید که من زن هستم، برای همین به من آواز بدهید، برای همین به من وظیفه بدهید. این چیزها عموما برعکس آبروی زنها را میریزاند، چون که وقتی که از حکومت وظیفه میپرسید میگوید که امکانیت دهید. بنابراین هم زن باید خود کوشش کند و داند که این خیلی راهی مشکل است. پیش از همه باید دانشی مستحکم داشته باشد در همه ساحه ها. اون باید اون چیزایی که امروز در مثلا جمهوری هست باید بداند. اگر نه وای باید در گرد اطرافش اونهایی رو گرد آورد که از آنها مصلحت گیرد. تا کجا زیادند حالا چنین زنان و دخترانی که لیاقت رهبری دارند؟ من فکر میکنم هستند، زیادند، اما برای آن که سالهای اخیر یک جوان دختران زیاده مثلا به دولت‌های اروپا، به امریکا، عموما به بسیار دولت‌های ترقی کرده رفتند، اونجا آموختند، دانش آموختند، تجربه آموختند و قسم زیادشان حتی در اونجا وظیفه هم گرفتند. اگر به آنها امکانیت داده شود که بیایند، معاش خوب به آنها داده شود و آنها میتوانند که در یک لیدرهای خوب شوند. بنابراین هم من فکر میکنم که حتی در خود جمهوری هم این خیلی زنها هستند. باز همون گپ درباره آن که تا چه درجه به آنها شرایط مهیا کرده می شود، نه اینکه خود دولت باید شرایط مهیا کند، اونها باید کوشش کنند و نمیشد که مثلا و شیندو من میخوام وظیفه و برای که به این وظیفه صاحب شوید باید جامعه شما را شناسد. امکانیت دیدن مثلا در تلویزیون‌ها برآمد کنند، در رادیوها برآمد کند. مثلا وقتی که و من سوال دادن که شما را بسیاری‌ها نمیشناسند، من گفتم البته نمیشناسند. من اگر در تلویزیون من را یکم بار نموندن، رادیوهایی که همون مستقل بودن یعنی که غیر دولتی بودن، تنها اونها واسطه اخبار مستقل به من امکانیت دادن، اما واسطه اخبار اساسی در دست دولت هست. این کار دولت کرده میتواند و شرط نیست که دولت مثلا زیاد زنها رو تعیین کند و باید امکانیت دید به زنها که به واسطه اخبار عموم برآمد کنند و مردم اونها رو شناسند. تشکر از آینی بابا نظر و برای شرح موضوع و مشورت و راهنمایی برای دخترانی که آرزوی رسیدن به مقام‌های بلند را دارند. با امید زیاد شدن صف بانوان قوی چه در خانه و جامعه و رهبران فوق‌العاده کاردان، برنامه را اینجا به پایان میبریم. منتظر نظر و اندیشه‌های شما نیز هستیم. تا دیدار در برنامه‌های آینده.